چند سال پیش که من رفته بودم ایران یه صحنه‌ای دیدم که خیلی روی من تاثیر زیادی گذاشت از لحاظ کار کردن. اونم این بود که خونه مامانم که رفته بودم سر کوچهشون یه بار یه لاحافتوز دیدم که نشسته بود رو زمین. لاحافتوز، دوباره میگم لاحافتوز، که ما الان خیلی کم میبینیم مثلا یه همچین شغلی اصلا که کسی همچین شغلی داشته باشه. یه لاحافتوز رو زمین نشسته بود که سرشو به این حالت توی دستاش گرفته بود و من یه غمی رو توی چهرش میدیدم. وقتی که من این آدم رو نگاه کردم، با دیدن چهره این آدم، با دیدن شرایط این آدم، حالا شاید واقعا هم اینجوری نبود، ولی چیزی که به من القا شد این بود که چرا باید الان یه لاحافتوز اینجا باشه؟ اولین سوالی که تو ذهن من اومد، چرا من این سوال از خودم پرسیدم؟ به خاطری که من زمان این لاحافتوز دیدم که میشه سال 96. کیس سوال اومد تو ذهن من، اونم این بود که یه لاحافتوز اصلا اینجا داره چی کار میکنه؟ من خودم به شخصه که حالا الان دیگه تو اواخر دهه 30 زندگیمم، شاید به تعداد انگشتای یه دونه دستم من رو خودم لحاف ننداختم. یعنی اطرافیانم هم که میشناسم، خیلی دوستام، ما متولد دهه 60یم، شاید هیچ کدوم اصلا لحاف یا ندیده باشن یا استفاده نکرده باشن، یا اگر استفاده کرده باشن خیلی کم بوده. حالا ماهایی که الان متولد دهه 60 الان داریم به دهه پنجم زندگیمون در واقع داریم میرسیم، یا تو دهه پنجم زندگیمون هستیم، یا مثلا اواخر 30 سالگی مونیم، یا اوایل 40 سالگی، یا تو 40 سالگیمون داریم میریم. وقتی لحاف اونجوری استفاده نکردیم، خب پس دیگه نسل‌های بدتر از ما که دیگه خیلی کمتر استفاده کردن. حالا برای من چه اتفاق افتاد؟ من وقتی این آدمو دیدم که اونقدر قصه‌دار نشسته بود و اینجوری سرشو لای دستاش گرفته بود و غم عالمو من داشتم تو چهرهش حس می‌کردم، این نکته رو فهمیدم. کاری که داری میکنی، اول اصلا خودت باید بپرسی که آیا این کاری که من دارم میکنم دارم راه درستی میرم یا نه؟ اصلا چرا دارم این کار رو انجام میدم؟ دلیلش چیه؟ چرا من دارم این شغل رو برای خودم انتخاب میکنم یا انتخاب کردم و سالها دارم توش کار میکنم؟ و وقتی که این شغل رو دارم یا میخوام انتخابش بکنم، آیندهش ممکنه چه شکلی باشه؟ آیا چیزی هستش که این آیندهش ادامه دار باشه، یا ممکنه آیندهش خیلی زود تمام بشه؟ یه صنعت جدیده، یه صنعت قدیمیه، یه چیزیه که ممکنه جایگزین بشه؟ البته این سوال خیلی سخت آدم بخواد جوابش بده، چون هیچ کس نمیتونه آینده رو پیشگویی کنه و هر کس هر چیزی بگه ممکنه کاملا یه چیز عجیب غریبی در بیاد. سومین چیز که مهمترین و با ارزشترین چیزی بود که در واقع من اینو سعی میکنم همیشه با دیدن اون صحنه اون لاحافتوز به خودم یادآوری بکنم و حواسم باشه سر کارم چجوری دارم کار میکنم و بیزنسمو چجوری دارم میبرم جلو. اینه آدم همیشه باید بتونه سر کارش خودش رو آپدیت نگه داره. اشتباه اینه که یه علمی آدم به دست بیاره، با همون شروع کنه کار کردن و همونو بگیره بره جلو و سالها و دهه‌ها که میگذره اگه اون کارو داره تو اون کار میکنه، معمولا هر کدوم از ماها ممکنه 30 سال 40 سال 50 سال کار کنیم توی دوره زمانی ما اگه بخوایم عمر طبیعی داشته باشیم. باید بتونیم خودمون رو آپدیت کنیم توی کاری که داریم. اگه آپدیت خودمون رو نکنیم، خب تبدیل میشیم به اون لاحافزنی که اونجا نشسته بود. مشکل اون لاحافزن چی بود؟ مشکل اون لاحافزن این بود که منی که بچه بودم تو اون محله، که حالا تو اون شهری که ما زندگی می‌کردیم یه دونه از خیابون‌های خوب اون شهر بود، محله‌های خوب اون شهر بود. منی که بچه بودم تو اون محله رشد کرده بودم، لحاف رو خودم ننداخته بودم، این آدم همه این زمانو گذاشته رفته، 30 سال بعد اومده تو اون محله که بچه‌ای که 30 سال پیش تو اون محله بزرگ شده لحاف استفاده نکرده، 30 سال بعد اومده تو اون محله با اون گیتار لحاف زنیش، اون نمیدونم مثلا بهش هم چی میگن، گذاشته بود رو پاش نشسته بود، دنبال این بود که لحاف از یه خونه اونجا پیدا کنه که بتونه اون پنبهشو بیاد بزنه. چجوری یه نفری که داره کار میکنه یا ممکنه حتی بیزنس اونر باشه بتونه اینجوری فکر کنه؟ یعنی همه زمانی که کار کرده رو از دست داده،
آپدیت کردن خودش رو از دست داده. راجع به مارکت هیچ چی نمیدونه، اصلا هیچ خبری نداره که آدما دیگه لحاف استفاده نمیکنن. خیلی از ماها ایرانی‌ها پتوهای گلبافت، حالا اون زمانی که من ایران بودم یادمه که پتو گلبافت استفاده می‌کردیم، هممون هم یه دونه پتو گلبافت ببر و پلنگ و چیزهای مختلف روش داشتیم. همه اون زمان‌ها رو گذاشته و هنوز داره لحاف زنی میکنه. خب معلومه که وقتی که اگه آدم خودش رو آپدیت نکنه و همه این تایمش رو بذاره بره و هیچ کاری برای رشد کاریش انجام نده، در نهایت تبدیل میشه به همون لحاف زنی که اونجا نشسته. دیدن اون لحاف زن، تأثیری که رو من گذاشت باعث شد که همیشه موقع کار کردن حواسم باشه راهی که دارم میرم آیا راه درستیه؟ آیا خودم آپدیت کردم نسبت به اون سالی که دارم کار میکنم، به اون ماهایی که هستم که دارم کار میکنم، یا تو اون چند سال آینده آیا علم روز دنیای صنعتی که توش هستم، که البته صنعت من همین کار عکاسی و فیلمبرداریه، آیا علم روز دنیا رو دارم؟ آیا اخبار رو میشنوم؟ آیا سورس های مختلفی از خبرهایی که تو صنعتی که من هستم، تو صنعت مدیا، آیا اطلاعات به اندازه کافی دارم یا نه؟ اگه نداشته باشم 1 سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال شاید بتونم کار کنم، شاید بتونم 20 سال کار کنم، ولی چند تا اتفاق میفته. اولا که خب حجم کارم به مرور زمان هی کم و کمتر میشه، کیفیت کارم بالا که نمیره هیچی، پایین‌تر هم تازه میاد، چون تکنولوژی‌ها بیشتر شده، دنیا به سمت بهتری پیشرفت کرده و من همون کاری که 5 سال، 10 سال، 20 سال پیش داشتم میکردم و دارم انجام میدم. به علاوه این که فهمیدم که همیشه نگاهم به اون بیرون باشه و حواسم باشه اصلا تو مارکتی که دارم کار میکنم چه مارکتی هست. این که من یه محصولی داره کارم، حالا میخوام کارمند یه کمپانی باشم یا خودم یه بیزنس اونر باشم، یه سرمایه‌دار باشم یا دارنده یه بیزنس باشم، آیا کاری که دارم میکنم کار به روزی هست؟ مشکلات مردم رو حل میکنه؟ و اگه مشکلات مردم رو حل میکنه آیا من خودم رو آپدیت کردم تو اون کار و به مرور زمان هی دارم بهتر و بهتر میشم؟ اگه جواب هر کدوم از سوالا نه، یعنی خب یه جای کار غلطه، یعنی یه جای کار باید درست بشه که غفلت شده که من ندیدمش. اینا سوالاییه که به نظر من هر کدوم از ماها که داریم کار میکنیم یا بیزنسی داریم یا داریم سرمایه‌گذاری میکنیم یا هر کاری که انجام میدیم باید بتونیم این سوالا از خودمون بپرسیم و اینا سوالاییه که امروز روی زندگی ما شاید خیلی تاثیر نذاره ولی بعدها کاملا خودش رو خیلی بارز و عیان نشون میده. ما اگه بخوایم کار کنیم، من به خودم گفتم من میخوام احتمالاً من اواخر دهه 30 زندگی من از 40 سالگی احتمالاً من میخوام تا دوست دارم تا 80 سالگی بتونم کار کنم، یعنی 40 سال آینده اگه من با اون منوال اون لاحاف زنه بخوام برم جلو، 40 سال بعد که بیاد به شدت اوضاعم خرابه، به شدت از لحاظ مالی سیستمم به هم ریخته است، به شدت حس بدی دارم اگه تازه زنده باشم، یعنی همه این چیزا، چون از لحاظ جسمی، روحی، مالی، خانوادگی، شرایط اجتماع، هر چیزی که من تصورش کنم اگه بخوام شبیه اون لحاف زن حرکت کنم مطمئنا شبیه همون لحاف زن خواهم بود 30 سال 40 سال بعد از الان. بخاطر همین هر کدوم از ماها که داریم کار میکنیم، حالا اگه جوانتر هستیم یه دوره خیلی خیلی طولانی داریم تا به بازنشستگیمون برسیم، برای این دوره رسیدنه باید خیلی حواسمون باشه که دقیقاً داریم چی کار میکنیم، چون یه اتفاقی که میفته این عمر کاری anyway تموم میشه. وقتی که تموم بشه خیلی از ماها میایم یه دفعه چشمون رو باز میکنیم میبینیم اوه شد 65 سالمون، 70 سالمون، شاید 80 سالمون هیچ حرکت مفیدی نکردیم، فقط کار کردیم، یه پولی گرفتیم، یه زندگی کردیم، هیچی به هیچی نبوده و چشمون رو باز کردیم یه دفعه دیدیم عمرمون تمام شد. ما هم یه زندگی بیشتر نداریم. اگه نخواهیم ازش درست استفاده بکنیم تو سنهایی که به دوران سالمندی میرسیم شاید واقعا حس خوبی نداشته باشیم. همین از الان هم باید به فکرش باشه. منظورم این نیست که بیایم همش به خودمون استرس وارد کنیم و همش فکر زمان پیرمون باشیم، ولی منظورم اینه که هر کاری انجام میدیم همیشه یه نگاهی به آیندهش بندازیم ببینیم اصلا این کاری که داریم میکنیم کار درسته یا کار درستی نیست، راه درستی میریم یا راه درستی نیست. و دقیقاً سختی قضیه همینه.
اینه که آدم نمیتونه بفهمه کاری که داره میکنه کار درسته، راهی که داره میره راه درسته. چون وقتی که تو شرایط هستی، رشد کردن یا پسرفت کردن و به مرور زمان خیلی سخته که بخوای ببینی. باید آدم بتونه خودش رو بیاره از عقب، از توی جایی که هست یه زوم بک بکنه، نگاه کنه تو چند سال گذشته به چه سمتی داره میره و اونجا میتونه بفهمه که آیا اون راه درست زندگیش هست یا نیست.